یک کفشیرگر برقی یا الکترسوارشک از تاجیکستان در یک ساختمان در حوزه شهر میتیش ولایت مسکو به طور فوجیوی هلاک شده است. در این باره روز 7 اکتبر سال 2023 با تکیه به منبعش نشریه امکا خبر داد. بنا به اطلاع منبع امکا، این حادثه فوجیوی در ساختمان انگار در شهرک پتیسی فابریکا رخ داده است. به گفته منبع، هنگام جابجا کردن چوب و تخته، یکی از این تخته ها تصادفاً به یک پروفیل آهنین رسیده است و پروفیل به بالای سر کفشیرگر چپه شده است. در نتیجه کفشیرگر جراحت وزنی جسمانی برداشته است. او را در حالت وزنین به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند مردکار تاجیک را از چنگ مرگ نجودیند. کفشیرگر بعد چند ساعت در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. نام، نسب و سن و سال مرد هلاک شده نشر نشده است. تنها همین قدر معلوم است که او زاده تاجیکستان است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و خصوصا به روسیه به مهاجرت کاری می روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود.